مرجان دلدار گلچین بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران است که متولد 2 اسفند 1347 در تهران می باشد. وی جزو یکی از محبوبترین و معروفترین بازیگران ایرانی محسوب می شود. مرجان گلچین همزمان با گذراندن دوران کودکی و تحصیلات مقدماتیش با حمایت و تشویق خواهر بزرگترش منیژه که بازیگر حرفه‌ای تئاتر بود، از سن 9 سالگی در نقش‌های متعدد برای بازی در مجموعه کارهای کودکانه در عرصه تئاتر به ایفای نقش پرداخت و توانست به روی صحنه تئاتر تجربیاتی به دست آورد تا اینکه در سال 1161 در 14 سالگی برای بازی در مجموعه تلویزیونی به نام اخلاق در خانواده معرفی و انتخاب شد که با نقش آفرینی در این مجموعه تلویزیونی و پس از آن به تدریج توانست در دیگر پروژه‌های تلویزیونی نیز بازی کرده و کسب تجربه کند. مرجان گلچین که از کودکی و نوجوانی همزمان با تحصیل در عرصه تئاتر و تلویزیون فعالیت داشت و در نمایشات مدرسه‌ای نیز فعالانه شرکت می‌کرد، پس از پایان دوره متوسطه به جای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان وارد هنرستان موسیقی شد و توانست در رشته تخصصی نوازندگی تار فارغ التحصیل شود. بعد از اخذ مدرک از هنرستان موسیقی همزمان با ادامه فعالیت‌های هنریش توانست در رشته کارگردانی سینما وارد دانشکده سوره شود و لیسانس کارگردانی سینما را نیز دریافت کند. او با فعالیت مستمرش در عرصه تئاتر و تلویزیون در سال 1164 در 18 سالگی برای بازی در سریال آینه انتخاب شد و بدین ترتیب اولین کار هنری، حرفه‌ای و جدی بازیگریش را در دنیای تلویزیون آغاز کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و با بازی در سریال آینه عبرت در سال 1167 چهره‌اش در دنیای تلویزیون شناخته‌تر شد که بعدها با سریال بزنگاه در سال 1387 در عرصه تلویزیون به اوج شهرت رسید. مرجان گلچین فعالیت چشمگیری نیز در دنیای سینما داشته است. او در سالهای 1165 و 66 با بازی در فیلم‌های قصه زندگی و گل مریم بازیگری سینما را تجربه کرد و وارد عرصه حرفه‌ای سینما شد که به تدریج با نقش آفرینی‌های موفق در فیلم‌های متعدد با ژانرهای متفاوت توانست کارنامه سینمایی خود را نیز پربار کند. وی در نیمه دوم دهه 60 بازیگر معروف و مشهور سریال‌های تلویزیونی و در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 با بازی‌های موفقش توانست چهره قابل قبولی در میان عامه تماشاگران به نمایش بگذارد. اما این فعالیت‌های سینمایی و تلویزیونی مرجان گلچین بنا به دلایل شخصی تا سال 1174 ادامه یافت و او به ناچار از دنیای بازیگری تلویزیون و سینما فاصله گرفت و فعالیت تصویریش را کنار گذاشت. وی فعالیت بازیگریش را به صورت محدود در عرصه تئاتر و به روی صحنه ادامه داد. پس از مدتی به رادیو معرفی شد و توانست فعالیت‌های رادیویی‌اش را در سمت گوینده و دوبلور ادامه دهد. او با مجموعه صدای عبرت کار رادیویی‌اش را آغاز کرد که تا سال 1354 ادامه داشت. مرجان گلچین با محدود کردن فعالیت‌های نمایشی و رادیویی پس از انجام آخرین فعالیت هنریش ایران را به مقصد انگلستان ترک کرد و مهاجرت نمود. او پس از 10 سال زندگی در کشور انگلستان به گفته خودش به دلیل دلتنگی برای ایران، کار هنری، دوستان و شهر زادگاهش رشت و دیدن مادرش مجدداً به ایران بازگشت. وی طی سالهای 1374 تا 1183 و پس از 10 سال وقفه کاری و هنری مجددا فعالیت هنری و بازیگریش را با نقش آفرینی در سریال‌ها و فیلم‌ها آغاز کرد. مرجان گلچین که هنر بازیگریش در ابتدا با ژانرهای جدی با موقعیت‌های اجتماعی همراه بود، بعد از بازگشت مجدد به تلویزیون رنگ جدیدی به هنر بازیگریش داد و ژانر کمدی را تجربه نمود که بازی‌های درخشانی از این هنرمند توانای ایرانی در ژانر کمدی شاهد بودیم. آغاز فعالیت هنری حرفه‌ای مرجان گلچین از سال 1160 بوده که تا اکنون ادامه دارد. این هنرمند توانای ایرانی در طول فعالیت هنریش جوایزی نیز دریافت کرده است. محبوبیت مرجان گلچین گرچه بیشتر برای بازی‌هایش در سریال‌های تلویزیونی ژانر طنز است، با این حال در ایفای نقش‌های جدی و شخصیت پردازانه نیز مهارت دارد. او در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام فعال است و بیش از 1 میلیون فالوور دارد که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود. مرجان گلچین هنرمندی است بدور از هر گونه حاشیه. او بازیگر محبوب و پرطرفدار نقش‌های کمدی و طنز است و یکی از ستاره‌های دهه 60 و 70 به حساب می‌آید که با بازی‌های درخشان تبدیل به یکی از زنان نامدار سینمای ایران شده است.